در شهر کابل پایتخت افغانستان گروه از جوانان به نشانه اعتراض از مجبور کردن زنان به پوشیدن برقع خودشان برقع به سر کردند. این فعالان به رادیو آزادی گفتند خواستند بدانند که زنان در زیر برقع خود را چگونه احساس می‌کنند. اعتراضگران از کمیسیون حقوق بشری افغانستان خواستند به مسئله مجبور کردن زنان به پوشیدن برقع رسیدگی کند. در ارمنستان ساکنان یک خوابگاه قدیمی در شهر یریون به مرکز شهر آمده از حکومت خواستند آنها را با منزل‌های استقامتی مناسب تامین کند. تظاهرگران خشمگین از روستای لنوگی 2 مرتبه سعی کردند به قرارگاه حکومت ارمنستان وارد شوند، اما ماموران پلیس پیش راهشان را گرفتند. مردم اعتراضگر میگویند خوابگاه قدیمی 25 ساله که زندگی میکنند آب و گاز ندارد و برای زندگی مناسب نیست. در مجلس‌های ولایتی بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان رای‌دهی برای انتخاب وکیلان به پارلمان کشور برگزار شد. اعضای مجلس‌های ولایتی و سنات به شهر پشاور برای رای‌دهی آمدند، هرچند به گفته مخالفان دولت خودشان در انتخابات آلوده به تقلب پیدا شدند. خبرنگاران نیز در نزد مجلس ولایت خیبر پختونخوا به نشان اعتراض از راه نیافتنشان به جریان رای‌دهی تظاهرات کردند. در شهر بغداد پایتخت عراق وزارت فرهنگ روز 4 مارس آثارخانه هنرهای دستی مردمی را باز کرد. در آثارخانه اشیاء قدیمی و آثار هنری مردمی به نمایش گذاشته شده است. در نزد این آثارخانه یک گروه مردم علیه ویران کردن آثار باستانی در شهر موصل از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تظاهرات کردند. در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی و نمایندگان دولت راه‌های احتمالی به کار گرفتن افراد معیوب در اداره‌های دولتی را بررسی کردند. حاضران نشست گفتند افراد معلول و معیوب در گرجستان به اداره‌های دولتی کم جلب می‌شوند که این مخالف به قانون‌های کشور است.